خب حاجی سوال بعدی، خب الان اینه که الان دقیقا میدونیم که برای چی اکسیژن یکی نیاز داره یا واسه این اول. حالا سوال بعدی که من از شما دارم، یعنی یا شما کلا دارید در جنرال، اینه که وقتی که ما داریم اکسیژن به طرف میدیم، اکسیژن O2 اوگ این حالا شونز واسکه داریم به طرف میدیم، باید به چه چیزهایی دقت کنیم؟ خب به چه چیزهایی دقت کنیم وقتی که اون ماسک رو میذاریم؟ حالا به چیز دقت کنیم چی؟ خب تو باید مطمئنا اونجا صبر کنی ببینی که چه واکنشی نشون میده، نه منظورم اون چیزه. حالا اینجا دارم صحبت میکنم. خب چیزی که خیلی برای من مهمه که شما بچه‌ها انجام بدین، به رسپیراشون، به تنفس طرف، رسپیراشون، به تنفس طرف بچه‌ها شما باید دقت کنید. حالا به چه چیزایش باید دقت کنیم؟ اینجا ما باید به دیبده طرف، به دیبده یعنی که چقدر تنفس بیمارمون عمیقه، به دیبده، به فرکانسش یعنی چقدر مثلا ریتمش، فرکانس و ریتم، باید به ریتمش نگاه کنیم. و آخرین چیزی که من اینجا میتونم بنویسم اوگ بروک، استفاده از یلپ موسکولاتور، یلپ موسکولاتور که الان بهتون همشون توضیح میدم، یا نه الان بهتون توضیح نمیدم، الان من فقط اینا رو مینویسم و برای سوال بعدی همه رو توضیح میدیم که دقیقاً چیه. خب این یکی شد. دومی بچه‌ها خیلی مهمه که صدا گوش کنیم. صدا به همراه استتوسکوپ، همونی که می‌ذارید رو گوشتون، استتوسکوپ یا یوتن استتوسکوپ. خب که اینا رو من بهتون قراره توضیح بدم دقیقاً چرا. چیز دیگه که بچه‌ها خیلی مهمه که نگاه کنین، تایم فور سیانوسا هستش. سیانوسا، منظورم از سیانوسا چیه بچه‌ها؟ سیانوسا دقیقاً همونه که مثلا وقتی رنگ کبود یا آبی مانند میگیره. خب بعد سیانوسا کجا؟ روی لب‌ها، روی ناخن‌ها، نایلر و آره فلیپ، اینجای گوش، آره فلیپ. خیلی مهمه که اینجوری باشه. سیانوسا اینم بچه‌ها من بهتون همه رو بهتون توضیح میدم، فقط یه خورده واسه باشه. خب چیز دیگه که باید بهش خیلی دقت کنیم چیه طرفه؟ کلا اینکه اون اوتستیری که شما گذاشتین آیا یا اینکه نه، مثلا قبل اینکه بریم سراغ تجهیزات چیم، اینه که افکت بچه‌ها این دارویی که شما دارید یا اکسیژنش میدیم افکت خوبی داره یا نه، یعنی اینکه بهتر میشه یا اینکه بدتر میشه. اینم خیلی مهمه که دقت کنید. حالا و از افکت بچه‌ها میتونیم مثلا ویتال مولینگرش رو بگیریم، مثلا پولسش رو بگیریم، اسپوتوش رو بگیریم، عرفش رو بگیریم که درمونش میگم توضیح میدم. ویتال مولینگ من فقط اینجا می‌نویسم. خب بعدی چیز بعدی که در موردش قرار باشه صحبت کنیم اینجا اینه که اون تجهیزاتتون درست به هم وصل شدن یا نه. اینجا به خاطر همین می‌نویسیم ریکتی تیل کوبلات استیر. خب که اینم که نیاز نداره من زیاد توضیح بدم، چون که اگه اشتباه بچه‌ها تجهیزات رو وصل کنیم خب چیز خوب، افکت خوبی نمیگیریم که اینم توضیح میدم. و آخرش اینکه درجه درستی داریم روی مانومتر یا نه. ریکتی مثلا میتونیم بگیم مانومتر مثلا دوز درست اون چی رو بهش میدیم یا نه. خب این بچه‌ها سوال دوم بود که چه چیزهایی رو باید بهش دقت کنیم. حالا تو سوال سوم ما در مورد این قرار صحبت کنیم که دقیقاً چرا ما باید به اینا دقت کنیم. خب رسپیراشون بچه‌ها، به تنفس طرف ما باید خوب دقت کنیم، به دیبدن، به فرکانس، به ریتمش و اینکه آیا لب موسکولاتور استفاده میکنه یا نه. خب ما باید به این بچه‌ها دقت کنیم به خاطر اینکه وقتی عمیق طرف نتونه نفس بکشه خب به یه معنی خوبی نیست. مثلا من میتونم الان راحت تنفس بکشم، طرف اگه نتونه اینجوری تنفس داشته باشه خب یک چیزی هستش دیگه حاجی. اگه فرکانس و ریتمش هم درست نباشه، مثلا من الان ما داریم من و تو که سالم داریم نفس میکشیم این درسته نه، ولی مثلا یه کسی ریتمش خراب باشه یا فرکانسش اینطوری نباید میشه.
منظور میفهمین یه خوری جوری یه جای کار چی میلنگه. بروکا یرفل موسکاتور آیا از یرفل موسکاتور استفاده میکنه یا نه؟ منظورم چیه؟ مثلا آیا خم میشه طرف؟ آیا سرشو باید اینوری کنه اونوری کنه که راحت تر نفس بکشه یا نه؟ خب اگه کسی که این کار انجام بده یعنی یه اتفاق داره میفته دیگه. مثلا من مرض ندارم که اینجوری نفس بکشم که، ولی خب اگه شاید اینجوری کنم اون راحت تر بیاد بیرون. این یک مشکلیه. پس باید حواسمون به همه اینا باشه. خب صدا بچه‌ها، صدا به همراه استتوسکوپ و به غیره. استتوسکوپ خیلی مهمه که بشنویم، به خاطر اینکه بچه‌ها صدا منظورم چیه؟ مثلا سورکلینگ یک صدای مثلا خیل شلیم خلت خیل چی میگن جمع میشه نفس میکشین صدا میشنوید دیگه. من الان بلد نیستم تا چیزی در بیارم، ولی خب یه صدای غیر نرمالی داره که اگه شما گوش کنین میتونین بفهمین که آیا اینجا یک اشلیمی هستش یا نه. مثلا این اشلیما رو بچه‌ها بیشتر موقعا با اینهالاشون فاسکه که میدین این اشلیما رو همونطور که تو سال اول بود میتونین چی بازشون کنین. خب خیلی مهمه که گوش کنین. یا سورکلینگ یا پیپلیدر حتی میشه شنید وقتی که شما با درست گوش کنین. اگه اونو گوش کنین خب یک مشکلی هستش. سیانوسه بچه‌ها لب‌ها، ناخن‌ها و اورفلیپ. سیانوسه یعنی چی؟ سیانوسه بچه‌ها خیلی بخوام ساده بهتون توضیح بدم، وقتی اکسیژن کمتر به قسمتی از بدنتون برسه میگم یک کبودی رنگ آبی مانند اونجا میگیرین شما و وقتی اینا رنگشون داره عوض میشه به این معنیه که اون قسمت بدن اکسیژن کمی داره بهش میرسه و ما یه مشکلی داریم که برمیگردیم اینجا به افکت. چون اگه سیانوسه اتفاق بیفته یعنی اکسیژن طرف کمه، اکسیژن خون نمیتونه خوب اکسیژن به همه جا برسونه و به خاطر همین خیلی مهمه شما ویتامین مولینگای طرف رو بگیرین، پولسش رو بگیرین، نبضش رو بگیرین، رسپیراسیون فرکانس تپش قلبش رو بگیرین و همراه پولس رسپیراسیون فرکانس و SpO2 بچه‌ها همون که میزان اکسیژن داخل خون طرف چقدره. خیلی مهمه که ببینین که آیا بهتر میشن وقتی شما دارین بهشون اکسیژن یعنی ناشون فاسکری میدین یا نه، بهتر میشن یا بدتر میشن. مهمه دیگه چیزی که آیا درست کابلا کردین همه رو به هم. خب اگه اشتباه هم کابل کنین افکت رو نمیگیرین و اینکه درجه درست دوز درست رو دارین به طرف میدین یا نه. بچه‌ها مثلا اگه ما بیمارمون نیاز به 3 لیتر اکسیژن داشته باشه شما اگه 6 لیتر به طرف بدین خب میتونه خیلی خطرناک باشه که در مورد صحبت قرار کنیم. و یه چیزی که من اینجا هم ننوشتم این که ولوله طرف خوبی هم به حالی هستش یا نه، یعنی که مثلا یارو اذیت نمیشه و این حرفا. خب اینی که دیگه نمی‌ذارم توضیح بدم. خلاصه این بچه‌ها بود از سوال 2 و 3 که الان در مورد صحبت کردیم. الان میریم سراغ سوال 4.